تقدیر انتخابات کی حل میکند؟ حکومت حل میکند. حکومت خلق کردن نمیتواند. برای چی؟ هیچ تاثیر ندارد آواز مردم. انتخابات پارلمانی در کشورهای دموکراتی یک کارزار مهم سیاسی به حساب می رود، چون مردم آنهایی را انتخاب می کنند که با قبول قانون یا قرار به زندگی آنها تاثیر می گذارند. محض رأی مردم کسی را به پارلمان می آورد و یا وکیلی را که ناسزاوار می دانند از کرسی محروم می کنند. اما در تاجیکستان چی؟ تقدیر انتخابات را کی و چگونه حل می کند؟ تا کجا رأی مردم در آن تاثیر دارد و آیا تقلب در جریان انتخابات صورت می گیرد یا نه؟ با چنین سوالها ما به بعضی از رهگذران شهر دوشنبه مراجعت کردیم. خلق حل میکنه. باور دارید که رأی مردم تاثیر خواهد گذاشت؟ باور است چی دبا نیست. وزی دیگه که وقت وزی خلقی آوازتیه همش نقض میشه. همون خلق هیوخی همون آواز نتیان نگی جو میشه و هم تغییرش. این حتی در دموکراتی ترین کشورهای اروپا به نظر من چنین است که پیشکی همه چی حل شده است. خلق حل میکنه. تقدیر انتخابات کی حل میکند؟ حکومت حل میکند. حکومت خلق کردن نمیتواند. برای چی؟ هیچ تاثیر ندارد آواز مردم. من خصوصا نماینده های وکیلای مردم که انتخاب میکنن اونا هم میبینن وعده اگر حالا که واخری نکردیست ما اونا رو نمیشناسیم واخری هم که وعده میتیم میرن برای که از تجربه سال انتخابات گذشته معلوم بود نماینده مردمی اومد وعده بسیار کرد رفت دیگه تا در 5 ماه ندیدیم یگام مراتی. با فکر شما در رفت انتخابات تقلب زیاد میشود؟ این خودش هم معلومه که تقلب است. این شد روشن حقیقت رو باید گفت برای که ما باید اگر حق نگوییم خودش این دشمنی به همین خود مونه به خود ملت مونه به خود دولت مونه.